عرض سلام و ادب خدمت همه برادران و خواهران عزیز و گرامی قدر. امیدوارم که هر کجای باشین تنصیحت و سلامت باشین. به برنامه 13 قدرت و حقیقت خوش آمدین و امیدوارم که امروز یک برنامه مفیدی داشته باشیم و برای ملت و هموطنان عزیزمون یک معلومات جدیدی پیشنهاد نماییم. تا از این معلومات، از این اخبار، از این گویشی که ما امروز خواهیم داشت یک فایده، یک کارهای چیزهای مثبتی برای مردم و جامعه باشد. همیاران و هموطنان عزیز، من امروز همطور که شما از عنوان برنامه ببینین پیرامون صلح، قدرت و ارتش صحبت خواهم کرد و در این برنامه ما ایدی صلحی که در اوکراین به میان میآید صحبت خواهیم کرد که چگونه این صلح به میان خواهد آمد و مسائلی که هفته گذشته صحبت کردیم شاید بعضی هاش تکراری باشن و بعضی هاش رو علاوه خواهیم کرد و علاوه بر این نسبت قدرت های جهان صحبت خواهیم کرد که در مسئله اوکراین صحبت خواهند کرد و صحبت کردن و امروز ملاقات های گوناگونی بود و G7 در اینجا نشست کرد. و نقطه آخر صحبت میکنیم وابسته به ارتش تاجیکستان که روز 23 فوریه روزی ارتشی ملی بود و ارتش رو جشن گرفتن در تاجیکستان و ما پیرامون این موضوع صحبت خواهیم کرد. ولی اصلی موضوع ما ارتشی ملی است، روزی ارتش است و راجع همین نقطه بیشتر معلومات خواهیم داد. ولی باز هم از اون نقاطی که در اول ذکر کردیم، یعنی روزی اول ذکر کردیم مسئله صلح اوکراین و نشست ابرقدرت ها، این رو کوتاه‌تر میگویم و برمیگردیم به موضوع روزی ارتش و مفصل به روزی ارتش صحبت میکنیم. و از برادرانی که در افیر در پخش مستقیم ما را میبینن خواهش میکنیم که در سوالهای خود راجع به ارتش آماده بسازن و اگر سوالهایی دارن و یا فرمایش دارن، گویش دارن، میتونن به استودیو پیوست شن و راجع ارتش صحبت مفصلی با هم داشته باشیم و من معلوماتی را اویدی خواهم رسوند. پیش از اون که به صحبت ارتش برگردیم هموطنان و همدیران گرامی، من میخوام امروز چند نکته رو راجع ملاقات های اخیر از جمله ملاقات پرزیدنت ایالات متحده آمریکا با پرزیدنت فرانسه و علاوه بر این نشست 7G که آنلاین برگزار کرده شد و خودی پرزیدنت سروزیر کانادا با پرزیدنت اوکراین در این کنفرانس بودن و ده ها حالت های دیگی که صحبت خواهیم کرد. هموطنان و همدیران عزیز، همونطور که شما با خبر هستید هفته گذشته پرزیدنت اوکراین در واکنش خیلی تند داد نشست اوید به حضور نیافتن نمایندگان اوکراین در سعودی عربیه در حالت مذاکرات فدراسیون روسیه و امریکا. این واکنش واقعا سرخط خبرهای جهانی گشت و واقعا زیاد مردم و مردم عادی و کشورهای که جهانی سوم هستند از اوکراین طرفداری کردن و خصوصا مردم بسیار این را واکنش مثبتی داشتن نسبت به اینکه که پرزیدنت اوکراین به بازی‌های جهانی تن نداد و ایستادگی کرد و نشان داد که اوکراین نوابسته از اونی که در یک حالت خیلی سخت قرار دارد، ارتشش کلا تقریبا از هم پوشیده است و معاش ارتشش، اقتصاد ارتشش وابسته کشور ابرقدرت هاست، ولی نوابسته به همین سختی ها آماده تن دادن به ابرقدرت ها نیست و آماده حتی دادن مبلغ هایی که برای اونها کمک کردن نیست. یکی از نکاتی که در این هفته بسیار سر و صدای خیلی زیاد کرد این بود که وقتی که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که در زمان پرزیدنتی بایدن زیاده از 300 چند میلیارد به اوکراین از آمریکا کمک کرده شده است، ولی پرزیدنت اوکراین این رو تکذیب کرد و گفت که ما این قدر مبلغی را که شما بیان کردید نگرفتیم و مبلغ ما گرفتیم حدود 100 چند میلیارد است و ما ایرا همچون گرند گرفتگیم، همچون کمک پولی و نه همچون قرض. بر اساس همین اوکراین این پول رو بازپس نمیگردوند، چیزی که ترامپ گفت که این پول باید کوتاه‌ترین فرصت برگردانیده شود و
نظامیان اتحادیه اروپا در اوکراین جوگیر کرده میشن و امریکا معدنهای اوکراین را زیر نظارت خود میگیرد و از اونجا پول خودش را اول برمیگیرد. اما پرزیدنت اوکراین این چیز رو تکذیب کرد و گفت که ما آماده برگرداندن این پول ها نیستیم و این پول رو ما بر نمیگردانیم، زیرا این پول گرند بدن و گرند ها پول های بی بازگشت هست و نباید چون این پول ها رو از ما طلب کرد. و علاوه بر این وقتی که این واکنش به میان آمد، ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا یک واکنش تند نشان داد و گفت که پرزیدنت اوکراین دیکتاتور است و یک پرزیدنتی است که شهرتش در اوکراین الکی از بین رفته است و اگر انتخابات جدیدی به میان بیاید این انسان اصلا واضح نمیگیرد از این حرفا. اما و پرزیدنت اوکراین واکنش در این هم نشان داد و گفت که اگر بازم انتخابات انجام داده شود من شهرت عین حال دارم و پرزیدنت قانونی هستم، اما تا زمانی که اوکراین به ناتو پیوست نشود، به اتحادیه اروپا وارد نشود، من از وظیفه خود کنار نمیروم، پرزیدنت اوکراین باقی میمونم. خب واقعا اینجا با جایی دارد که ما تحسین کنیم مردم اوکراین را، تحسین کنیم پرزیدنت اوکراین را که با تمام فشارهایی که بین کشورهای اول قدرت برگزار کرده می شود، اوکراین اگرچه وارد این بازی گردید، اگرچه جنگ اوکراین خودش نشانه بازی های اول قدرت هاست، ولی باز هم با تمام این سختی ها اوکراین توانست در جنگ مقاومت کند، بیستد و سپس بعد از اون که باز هم ارزش های اول قدرت ها به میان اومدن، اوکراین دوباره کاری کند که در این نشست، یعنی در این نشست اول قدرت ها تأثیری بگذارد و صدای بلند کند که بدون نشست اوکراین، بدون حضور اوکراین در این نشست ها هیچ یعنی هیچ نفر هیچ کسی حقی ندارد که گفتگو کند درباره اوکراین و این واقعا جای تحسین است و باید که از پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی که یک کمدین بود، یک هجونگار بود، از این باید واقعا تحسین کرد که یک هجونگار توانست در سیاست‌های جهانی ایستادگی کند و نشان بدهد که نه، اون چیزهایی را که اول قدرت ها میگن اون کار انجام داده نمیشد، ولی باید که اوکراین حتما حضور پیدا کند در گفتگوهای بین هر کشورهایی که وابسته به اوکراین صحبت کرده می شود و این واقعا جای تحسین بود، چیزی که در اتفاق تاجیکستان صورت نیفتاد. یعنی در حالت تاجیکستان که سال 1997 وقتی صلح انجام داده شد، وقتی ارزش های اون زمان حکومت افغانستان با روسیه با هم آمد، یعنی مخالفان تاجیک رو مجبور ساختن و اونها اومدن با حکومت دیکتاتوری ایمالی رحمانوف یا که فرانت خلقی نشستن و صحبت کردن و در اونجا مجبور شو کردن صلح کنن و برایشون چیزی داده نشد که اخیر رانده شدن و در تاجیکستان یک حکومت دیکتاتوری وابسته روسیه به میان اومد که تا امروز داره مردم از ظلم میکنن. یعنی حالت اوکراین این حال کمی یک متفاوت شده ایستاده است و این حالت نشان میدهد که مردم اوکراین و کسانی که در قدرت هستند در اوکراین از جمله پرزیدنت این کشور اگر چون این حالت ها را ادامه بدهند، ایستادگی را ادامه بدهند، مطمئنا که به یک چیز خوبی دست مییابند. یک از اون نکات مثبت این است که اول قدرت ها نمیتوانند یک قطعه از زمین این کشور را از تنی جدا بسازن و او را به یک کشور دیگر بدهند و علاوه بر این تمام معدن ها و ذخیره های طبیعی که در اون کشور است اونها را از به خودشون بگیرن و او را چکار کنن همچون یک کشوری مثل سوریه که مثل سوریه و عراق که یک قسمتش امریکایی است، یک قسمتش ایرانی است، یک قسمتش روسیایی است، یک قسمت دیگهش ترکیوی است و به این چندین قسمت ها تقسیم نکنند و معدن های او را و یا ذخیره های طبیعی او را چکار کنند بگیرند به کشورهای خود ببرند. برای همین برادران و هموطنان عزیز، ما وقتی که این مسئله را با هم میبینیم و بایدم کوشش تلاش کنیم درک کنیم که همین حالت ها به کشور ما برمیگردد و اگر که در تاجیکستان ما که من جنگی بین مردم و حکومت دیکتاتوری ایمالی رحمانوف رو دور نمیبینم
و در این جنگ واقعا ابوالقدرت‌ها دست خواهند داشت و تمامی سیاست‌های گلوبالی در تاجیکستان ما چیکار میکند وابسته پیدا میکند، چون ما با کشورهای مرز داریم که و با کشورهای دیگه هم وابستگی داریم که اونها سرزمین تاجیکستان را و ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان را جزء خودشان میدانند و ارزش خودشان میدانند و در هر جنگ در تاجیکستان بین مردم و حکومت دیکتاتور امالی رحمانوف که امروز وابسته روسیه هست همین مشکلات ها به میان میآید و در اینجا باز کشورهای دیگری هم هستند که همین ذخیره‌های طبیعی تاجیکستان و همین پایداری مردم تاجیکستان را نیز زیر چشم کردن و میخواهند تأثیر داشته باشند، از طریق دیگر میان دیگر اطراف کمک میکنند. اینجا یک جنگ بین کشورهای ابوالقدرت نیز به صورت میگیرد، ولی مهم از همه که باید مردم ما و سیاستمداران ما زیرک باشند، مثل سیاستمداران امروزه اوکراین که چیکار کنند، بیاین با هم بشینن صحبت کنند و حرفایی که در گذشته و یا اینکه کمک‌هایی که در گذشته اومدن چون کمک بپذیرن، قرض‌هایی که اومدن چون قرض بپذیرن و هر چیزی که بود اونها را در گذشته در آینده وقتی که صلح به میان میاد در مانند اوکراین و اونها را آشکارانه به ملت بیان کنن بدون ترس و هراس. همینطوری که امروز همینطوری که پرزیدنت اوکراین آشکار بدون هراس و ترس این چیزها رو بیان کرد، اگرچه امکان داره او را مجبور بسازن تهدیدش کنن به کودک و فرزند و امثال این طرف که بیاید بشینه و چیزی را که امریکا و روسیه میخواهند اون کار انجام بده و این کار امکانش خیلی بزرگ است، به خاطر که ما میبینیم در سیاست‌های جهانی کشورهای ابوالقدرت حرف اول رو میزنند و هر چیزی که اونا تصمیم گرفتن کشورهای خرد آن رو اجرا میکنن. در صورت اوکراین هم این چیز امکان پذیر هست و در شکی نیست که اگر که مثلا پشت زلنسکی پرزیدنت اوکراین خالی بماند و مردم در پشتش نماند و زن و فرزندی او که در کشورهای امروز اگر امریکای اروپایی باشند و اونجا تهدید صورت بگیرد نسبت خانواده او و یا نسبت دیگر اطراف، در جا امکان دارد که اوکراین باز هم پایان بیاید و همین معدن‌های و ذخیره‌های طبیعی او به کشورهای ابوالقدرت داده شوند و علاوه بر این یک قسمت زمین دیگرش به روسیه داده شود و هم نظامیان یک کشورهای دیگر بینوان در داخل اوکراین را نظارت کنند و هر توانایی که دارن یعنی هر توانایی دارن ابوالقدرت‌ها او رو بگیرن و اوکراین بماند مردمش بماند کمبغل ترین مردم و فقط اینه که در حسرت آزادی و در حسرت پیوست شدن به اتحادیه اروپا و این چیزها را در چیزی خودشون در آرزوهای خودشون بپرورن. حالا اینجا همونطوری که پرزیدنت امریکا ایالات متحده امریکا دونالد ترامپ در افغانستان وقتی سفر کرد در دوران پرزیدنتی قبلیش، در اونجا پرزیدنت پیشین افغانستان که اون زمان پرزیدنت افغانستان بود اسمش عین حال یادم نیست، خب اون پرزیدنت و وقتی که اونها در پرزیدنت امریکا با سربازان خود در اونجا ملاقات میکرد و یاد اومد اشرف غنی رو همچون یک کودک و همچون یک سرباز خود در کنار سربازای خود نگه داشت و او را چکار کرد، یک تحقیری خیلی عمیق کرد که اینجا نشانه آن بود که حکومت قبلی افغانستان یک حکومت وابسته امریکاست و هر چیزی که امریکا و دولت‌های ابوالقدرت در اونجا میخواهند انجام داده می شود و اونها حرفی برای گفتن و برای زدن نداشتند. و شما دیدید که در افغانستان چی به میان آمد و اون جان فدایی که مردم تاجیکانی یعنی افغانستان انجام دادن و سالها جنگیدن به خاطر همین جمهوریتی که به قدرت اومد که آخرش اومد امریکایی شد، برای این جان فدایی کردن احمد شاه مسعود، بهرام الدین ربانی و هزارها تاجیکایی که در افغانستان خون ریزاندن، شوروی را بیرون کردن، با ضد طالبان جنگیدن و عاقبت اون اومد قربانی ارزش‌های دولت ابوالقدرت ها شد و بعد از اونه که در افغانستان مجبور ساختن حکومت جمهوریت رو از کنار بزنن و اون شهر به شهر سکوت کرد و پشت پرده ها همه فروخته شد و طالبان اومدن افغانستان رو تصرف کردن و تمام ارزش های
تاجیکان که در اونجا در طول چند سال اخیر به دست آورده بودن از بین بردن و امروز مشکلی تاجیکای افغانستان معین مشخص و همین گونه یعنی هیچ کاری انجام دادن نشد. ما دیدیم که اگرچه بعضی از لیدران مردمی افغانستان زیاد ادعاها کردن که ما توانایی دفاع کردن داریم و میستیم اگرچه هر اتفاقی بیفتد، ولی ما دیدیم که وقتی ابوالقدرت ها ارزشاشون یک شد، حکومت افغانستان به خاک یکسان کرده شد و هیچی برای باقی نماند و طالبان اومدن حکومت را گرفتن. و همین طریق همدیاران عزیز در اوکراین امکانی صورت پذیریش وجود دارد. مثلا ما میبینیم که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در نشست امروزش با پرزیدنت فرانسه در نشست حضوری G7 وقتی صورت گرفت، اقتصادهای بزرگ جهان 7 کشور، و در اونجا پرزیدنت ماکرون رو دونالد ترامپ دعوت کرد در نزد خود، نه یک میز، این در نزد خود همچون یک کارگر خود در اینجا نشست و آنلاینی آنها صحبت کردن، یعنی در کنار خود. این در ترمی سیاسی یک نمونه تحقیر، وابسته بودن و غلام بودن، یعنی اگر کوچگیش بگیم اینجوری به نظر میرسه. وقتی که همونطوری که اشرف غنی را دونالد ترامپ همین کار انجام داد و اینجوری به ماکرون نیز پرزیدنت فرانسه همین اتفاق افتاد، این نشانه آن می‌دهد که حتی اروپا، اتحادیه اروپا وابسته امریکا است و هرچی که امروزه امریکا می‌خواهد اتحادیه اروپا انجام می‌دهد و هیچ حرف و کار عمل انجام دادن نمیتونه بدون اجازت امریکا. حتی رئیس حزبی که تازه در آلمان، یعنی به اصطلاح روسی گرمانیا، که حزبش اولین حزبی پر انتخاب شد و احتمال زیادی سروزیر آینده آلمان همون می شود، اعلان کرد که باید اتحادیه اروپا از امریکا مستقل شود. یعنی این نقاط تنها حرفای تحلیلگران سیاسی، تحلیلگران تاجیک نیستن، حرفایی است که حتی اروپایی‌ها در سطح سروزیر، در سطح یک وزیر بلندپایه این نقاط رو، این حرفا رو میزنن که امریکا، اتحادیه اروپا وابسته است امروز از امریکا و هر چیزی که ارزش‌های امریکا میخواد اتحادیه اروپا همون کار رو انجام میدهد و در حالت اوکراین هم نیز همین حالت است. به همین خاطر یعنی این حرفایی که امروز ما برای شما در اینجا میزنیم و صحبت میکنیم برای همه ما و مردم تاجیکستان یک درس عبرت خواهد بود که ما از سیاست‌های جهانی با خبر شویم که سیاست جهانی امروز چگونه اداره کرده می شود و در جهان چند کشور ابوالقدرت وجود دارد، چند ایدئولوژی یا اینکه مبدا، اگر به زبان کوچکی بگیریم چند فکر و راه وجود دارد که اونها را مردم از اون پیروی میکنن و اون ایدئولوژی، اون مبداها امروزه جهان رو اداره میکنن و کدام مبداها در حالت از بین رفتن هستند. چون این حالت ها برای ما همچون مردم چیکار میکنه؟ تأثیر میگذارد که ما بتوانیم در آینده خود تصمیم بگیریم که آیا ما وقتی که وارد یک انقلاب میشویم، آیا این انقلاب به نفع ما همچون مردم هست یا اینکه نه؟ این ارزش ها و این بازی های جهانی و گلوبالی چگونه تاثیر به ما خواهد داشت؟ آیا این میتواند تاثیر منفی برساند که از امروزه حکمتداری که این داریم بدتر نشود، و یا اینکه آیا ما میتوانیم یک کشوری بسازیم که نیم وابسته، حد امکان نه مثل امروزه که موجود است، یا اینکه مثل حکومت قبلی افغانستان که تمامی وابستگی ها موجود بود که حتی یک سربازش معاشش از دیگر کشورها می اومد، یک دپوتات یا اینکه وکیلش معاشش از کشورهای ابوالقدرت می اومد، که اینا همه وابسته اون بدن که از کجای برای اینها بچکد و اینا دارایی بگیرن. در وابسته تاجیکستان هم امکان دارد که اگر جنگ به میان بیاد چون این حالت ها به میان خواهد اومد. همدیاران و هموطنان عزیز، من خوشبین هستم که در کوتاه‌ترین فرصت صلحی در اوکراین به میان می آید و من امید دارم که این صلح به نفع مردم اوکراین خواهد بود و این ایستادگی پرزیدنت اوکراین نشان میدهد که حد امکان اوکراین بدون صاحب نیست و نه اینکه
و مثل افغانستان هر کاری بخواهن انجامش میتونن، بلکه حد امکان توانایی کمی ایستادگی کردن و حتی اگر ایستادگی زیادی ولادیمیر زلنسکی اگر ایستادگی زیاد کند، این شاید به اون بیاید برساند که حتی اتحادیه اروپا از زیر فشار امریکا مستقل بگردد، چون ایستادگی پرزیدنت اوکراین زلنسکی بسیار سخت است برای اتحادیه اروپا، زیرا اگر او جنگ را خاتمه ندهد و بماند، این جنگ میتواند گسترده زیادی پیدا کند و این به خطر اتحادیه، نه به خطر امریکا بلکه به اتحادیه اروپا یک خطری خیلی بزرگ دارد. به همین خاطر اگرچه امریکا بخواهد صلح کند و اوکراین نخواهد، این مجبور میکند اتحادیه اروپا را که وارد این جنگ شود. این بدون امکانش است، چون نمیتواند کاملا اوکراین را همینطور واگذار بکند، چون ارزش‌های خیلی زیادی در اینجا هست که اتحادیه اروپا باید هم از این ارزش‌ها دفاع بکند. به همین خاطر این ایستادگی اوکراین امکان دارد که اروپا را وارد این جنگ بگرداند و چیزی که امریکا نمیخواد، و از این گونه امکان دارد که اتحادیه اروپا را همون مستحکمیت و استقلالیت خود را کامل به دست بیارد، چیزی که امکان دارد بعد از بسر قدرت آمدن حزب نو انتخاب و سروزیر نو در آلمان ای کار که اون همونطوری که در صحبت اولش گفت که ما باید مستقل شویم از امریکا، این خودش نشان میدهد که امکان دارد که این چیز به میان بیاید در کوتاه‌ترین فرصت. هم‌دیران و هموطنان عزیز، ما در موضوع اوکراین باز هم صحبت خواهیم کرد، چون همه روزه و همه ساعته اخبارهای زیادی نشر خواهد شد و راجع همین قضیه. این قضیه بسیار یک فکری دقیقی هست برای مردم تاجیکستان که بالاش بیاندیشند، توجه کنند و از اینجا درسایی که برای هر یک ملت از جمله مردم تاجیک است برای خودشون برداشت کنند و بگیرن، ببینن که در آینده ما چگونه رفتار کنیم، چگونه عملکرد داشته باشیم که یک کشور خردی که تاجیکستان است اون رو داریم، او رو از دست ندهیم و او صاحب استقلال باقی بماند و بتوانیم یک کشوری بسازیم که در اون ارزش‌هایی که برای مردم تاجیکستان مهم است باقی بماند. وگرنه مثل دوران شوروی هیچ ارزشی برای مردم تاجیک باقی نمیماند و ما زیر سلطه یک کشور دیگر به مانند شوروی و ده ها کشور دیگه که در گذشته ما را تصرف کردن، زیر اون کشورها وارد میشویم و هیچ چیزی باقی برای ما نمیماند. و عین حال کشورهای ابرقدرت به مانند چین، به مانند روسیه، مانند افغانستان و ایران، روسیه و امریکا، اینها در کمین هستند و منتظران هستند هر لحظه که باز هم تاجیکستان بیشتر زیر نفوذ خود قرار بدهند و اگرچه عین حال با حکومت رحمانوف تاجیکستان زیر سلطه روسیه است، ولی در آینده هم بیشتر امکانیت موجود است که باز هم زیر سلطه هر کشور دیگری بدتر قرار بگیرد. ولی اینجا یک رهبر عادل، توانمند، زیرک، سیاستمدار، کسی که توانایی دیگرگونی رو در جامعه تاجیکستان دارد و میتواند او چکار کند، بازیگری قوی باشد که سیاست‌های جهانی را و گلوبالی را نگاه کرده قدم‌های خود را بگذارد و نگذارد که آینده کشورش قربانی سیاست‌های جهانی بگردد. و همین گونه که امروز ایستادگی پرزیدنت زلنسکی این خودش یک قهرمانه است که ما باید درس عبرت بگیریم. حالا عاقبت این تا کجا انجام می‌یابد و پرزیدنت زلنسکی زیر کدام فشار میرود نمیرود، این رو ما میگذاریم به اون زمان، ولی تا عین حال ایستادگی او جسورانه است و این رو باید ما حتما چکار کنیم، یک درس عبرت برای خود ببینیم که ما باید یک سیاستمدار، یک وطن پرست، یک انسان با عقیده روشن در تاجیکستان انتخاب کنیم که بتواند چکار کند، تاجیکستان را نجات بدهد. همدیران و هموطنان عزیز، از شما خواهش میکنیم که کانال ما که نو ما بخش مستقیم بیشتر میکنیم، کمک بهتر میشود وضعیت نظر و پیش قبلا که بسیار خاموش بود، خواهش میکنیم که کامنتاری رو بیشتر بنویسید، لایک بگذارید و اگر پلتفرم های دیگری دارید که شما این رو میتوانید شریک بسازید یا به اصطلاح روسی پدیلیست کنید، بسیار میندار میشویم، چون
همطوری که ذکر کردم کانال ما متاسفانه خاموش بود و بسیار نیاز دارد به اون که ما و شما با کمک یکدیگر این کانال رو بیدار کنیم تا اینکه که برنامه‌های بیشتری راجعی موضوعهای روزمره برای شما برسانیم و کمک کنیم در بیداری سیاسی، بیداری فرهنگی، بیداری اخلاقی تمام هموطنان عزیزمون. من سپاسگزارم و از همه شما که کسانی که کمک میکنید برای بیشتر ساختن برنامه‌ها و پیشرفت آنها، بسیار تشکر میکنم از همه شما برادران. امیدوارم که کارتان را ادامه میدید و ما برای شما برنامه‌های جالبی در آینده پیشکش میکنیم. خب میگذاریم به موضوع دوم. باز هم کسایی که جدید در آمدن همه شما رو خوش آمدید میگویم. موضوعی که امروز میخوایم راجع به صحبت کنیم ارتش ملی تاجیکستان است. همدیاران و هموطنان عزیز، دیروز روز 23 ارتش ملی تاجیکستان جشن گرفته شد در روز 23 فوریه سال 2025. همدیاران و هموطنان عزیز، اگرچه ما در اون روز نتوانستیم یک بخش مستقیمی داشتیم، ولی امروز انشالله که کوشش میکنیم راجعی ارتش ملی یکی از ارزش‌های والای دولتداری ماست که با روزش همه ساله روز 23 جشن گرفته میشه صحبت خواهیم کرد. همطور که شما میدونید سال 1993 23 فوریه با قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان در زمانی یعنی فرانت خلقی ارتش ملی تشکیل کرده شد و در اون زمان ارتش ملی تاجیکستان وابسته یعنی یک گروهی به اسم فرانت خلقی که در بعد از سال 1991 بعد از شروع جنگ شهروندی به میان آمد تشکیل از اون بود و اینجا جنگ بین مخالفان و نیروهای فرانت خلقی صورت گرفت و ما همطوری که میدونیم فرانت خلقی یک فرانت نظامی بود که از منطقه کولاب سرچشمه گرفت و اون با طریق توانست مردم عادی را در اطراف خود جمع کند و در جنگ شهروندی تاجیکستان شامل شود و این طریقت جنگ شهروندی اوضاعش بیشتر و بیشتر گرفت و این جنگ همونطوری که بود به اسم فرانت خلقی ادامه میافت و در سیسیه 16 در شهر خوجند که سال 1992 انجام داده شد، در اونجا پرزیدنت قبلی به استعفا روان کرده شد و امامعلی رحمانوف همچون رئیس شورای عالی انتخاب کردید و در اینجا البته خدمت فرانت خلقی فی خدمت کشور روسیه خیلی زیاد بود که طرفا رو به میان آوردن و ارتش یعنی این اجلاسیه برگزار کرده شد و این در این اجلاسیه خیانت بزرگ برگزار شد که امامعلی رحمانوف را در این اجلاسیه رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب کرد. بعد از این اجلاسیه که انجام شد که در دوشنبه مخالفین حکومت در دستشان بود، امامعلی رحمانوف با کمک فرانت خلقی و فدراسیون روسیه وارد شهر دوشنبه شد و در این شهر دوشنبه تمامی مردم را تیرباران کردند و مخالفانی که حکومت اون زمان در دستشون بود از شهر دوشنبه راندند و همین طریق جنگ گسترش پیدا کرد و بالفاصله در 23 فوریه سال 1993 با کمک خارجیان ارتش ملی تاجیکستان تشکیل کرده شد. برای اینه که ما این رو خوبتر بفهمیم که عین حال در تاجیکستان همچون یک نجات دهنده سیاره و تشکیل کننده ارزش ها و تشکیل کننده ارتش از امامعلی رحمانوف گفته می شود، ولی ما این اگر بیشتر و خوبتر بفهمیم من در اینجا چند نقطه را به سمت شما میرسونم. شورایی که در ماه نوامبر همون
نوامبر سال 1992 تشکیل کرده شد و برای برقرار کردن تشکیل کردن ارتش و این شروع به صحبت‌های طولانی و در اینجا که اخیراً 20 فوریه همچون ارتش تعیین، یعنی ارتش را اعلان کردن و رهبران رو انتخاب کردن. این شورا در که بیشتری اکثریت اونها از جانب کشور ازبکستان و کشور روسیه و فرانت خلقی یعنی برگزار میشد در این شورا. در اینجا روز 23 رو همچون روزی ارتش اعلان کردن که این روز از شوروی به ما باقی مونده بود. همونطوری که همه شما میدونید در سال 1918 روز 20 فوریه سال 1918 ارتش شوروی تشکیل کرده شد که حتی فدراسیون روسیه و دیگر کشورهایی که این روز رو، یعنی کشورهای پس و شوروی که این روز رو همچون روز ارتش خودشون اعلان کرده بودن که بعد به مرور زمان رو تغییر دادن روز ارتش شوروی بود و اساس این روز ارتش رو، یعنی تعیین روزش رو ما از شوروی گرفتیم، یک چیزی که برای ما واگذار کرده شد. و روز دومی که ما از شوروی گرفتیم این همین روزی 2 ساله خدمت حربی است که این رو در دوران شوروی به ما باقی مونده بود و ما این روز هم از شوروی گرفتیم و باقی ما از شوروی برای ارتش هیچ چیزی نگرفتیم. زمانی که ارتش تاجیکستان تشکیل شده بود این ارتش هیچ چیزی نداشت و هیچ توانایی هم نداشت. لباس‌های گوناگونی بودن در بدن‌های اون مردم و هیچ چیز دیگر باقی نموند. خب بعد از نشست‌های طولانی همین شورا و تصمیم گرفته شد که تعیینات ارتش معین کرده بشود و 23 فوریه روزی ارتش اعلان کرده شد و رئیس وزیر ارتش اون زمان الکساندر شلکینوسکی یا اسمش تلفظش زر نمیاد، وزیر دفاع تعیین کرده شد که همونطوری که شما از اسمش میبینید الکساندر یک فرمانده روسیه بود که بعداً در ازبکستان کار فعالیت زیاد کرده بود و آخر اومد در تاجیکستان وزیر دفاع تاجیکستان تعیین کرده شد که ارتش بیشتر یعنی نهاد دفاعی کشور است و او را همچون وزارت دفاع نام میبرند. یعنی الکی از اسم تعیین این شخص نشان دهنده اون است که در اون زمان فرانت خلقی که وابسته روسیه بود نماینده روسیه رو یعنی الکساندر شلکینوسکی رو وزیر دفاع تعیین کرد و اینجوری در اینجا محمد نظر صالحوف دادستان کل تعیین کرده شد و سید عمر ظهوروف وزیر امنیت و علاوه بر این یعقوب سلیموف وزیر کارهای داخلی تعیین کردیم. و ما در اینجا همونطوری که شما میدونید و میبینیم 4 نفری که تعیین شدن 3 نفر اینها از فرانت خلقی هستند و 1 نفرش از نمایندگان کشور ازبکستان و روسیه. و اگر که ما در اینجا نظر بکنیم و ببینیم نفوذ امام علی رحمانوف که امروز او رو همچون تعیین کننده ارتش میدونن و ما میبینیم که اینجا هیچ وابستگی به ارتش و تشکیل ارتش امام علی رحمانوف ندارد. ارتش از جانب فرانت خلقی و از جانب روسیه تشکیل کرده شد. ولی روسیه در اینجا یک بازی دیگر را به میان گذاشت که بعد از 1 ماه تعیین ارتش سنگک سفروف که تشکیل کننده فرانت خلقی بود کشته می شود و این بازیکنی یعنی کشته شدن سنگک سفروف خودش نشون دادی چی است؟ گفتن از آن است که فرانت خلقی که تشکیل کننده ارتش بود بعد از آن تشکیل کردن ارتش حتما باید ارتش در خدمت بیشتر خانواده امام علی رحمانوف یا حکومت روسیه و ازبکستان قرار میگیرید و برای همین باید اشخاصای بنفوذی را که یعنی این ارتش رو تشکیل کردن به مانند فرانت خلقی، این نفرایی که به مانند محمد نظر صالحوف و سید عمر ظهوروف و یعقوب سلیمی و دیگرها باید کسانی که از فرانت خلقی دستور میگرفتن اونها باید دستوراتشون کامل از فرانت خلقی نگیرن. برای همین 1 ماه بعد از این
سنگک سفروف وزیری سنگک سفروف همون تشکیل کننده فرانت خلقی کشته می شود و این طریقتی نشان میدهند که تشکیل ارتش واقعا یک نمونه بازی روسیه بود که خود فرانت خلقی رو بازی داد و او را مجبور ساخت شد در مقابل مخالفان این کار یعنی کشتار و قتل را انجام بدهد و این ارتش رو تشکیل کرد. حالا همدیاران و هموطنان عزیز، همطوری که گفتیم فقط ما از زمان شوروی برای ارتش دو چیز باقی گرفتیم. یکی روزش که این به زمان 1918 21 فوریه تشکیل ارتش شوروی بود مانده شده است و دوم چیزش این 2 ساله خدمت حربی است که این حال ما داریم و هیچ چیز دیگه ما از شوروی به ارتش نداریم و نگرفتیم. حالا ارتشی که امروزه ما داریم بیا حالتش رو ببینیم که ما دیروز در روز 23 ما دیدیم که امامعلی رحمانوف در روز جشن ارتش سخنرانی کرد و روز ارتش رو مقدم دانست و واقعا به قواهای مسلح صحبترانی کرد و اونها را تعریف و توصیف کرد و از زحمت‌های خودش در اون زمان گفت. و اگر ما چه بگردیم به سال 1993 و اون زمان رو و تشکیل ارتش رو ببینیم، ما تفاوت‌های زیادی می‌بینیم. البته تفاوت‌ها در اون که اون زمان ارتش ما با تجهیزات نظامی زیاد برخوردار نبود و لباس‌های پراکنده و لباس‌های یکی در بدن سربازان نبود و هزارها چیزهای دیگری که در سال 2025 ما دیدیم که ارتش با چیزهای زیادی برخوردار است و واقعا هم این میتوان گفت که اگرچه ظاهرانه نباشد خوب است که ارتش ما حد امکان با یک نظم جا دارد. حالا زیادی هموطنان باید به این نقطه بیشتر توجه کنند که حالت ارتش در کجاست. ارتشی که بعد از سال 1993 تو این جانب نکنم 32 سال میگذرد، چه حالت قرار دارد؟ یعنی ارتشی که ما در سال 1993 یعنی تشکیل کردیم چگونه توانایی دارد؟ ما ارتش را باید به دو حالت تقسیم کنیم. اول حالت داخلی ارتش، یعنی ارتش و دفاعی ارتش از داخل کشور. حالت دوم حالت ارتش دفاع از مشکلات خارجی، یعنی کسی که بالای ما حمله میکنه. یعنی دو حالت ارتش رو ما باید بررسی کنیم و تحلیل کنیم که ارتش ما در چه حالت قرار دارد. حالت اول حالت داخلی است، یعنی ارتش در دفاع از داخل، یعنی دفاع داخلی توانایی زیاد دارد و ما نمونه مثالش خیلی زیاد دیدیم در سال 1900 در سال 2008 2010 در ناحیه رشت و اینجوری در سال 2012 در سال 2021 در ولایت مختار کوهستانی بدخشان. واقعا ارتش ما توانایی دفاع کردن رو دارد و ما دیدیم که در رشت سال 2008 2010 اومدن در کوتاه‌ترین فرصت توانستن که مردم که معترض بودن و ناراضی بودن از حکومت به خاک یکسان کنن، قتل کنن، کشتار کنن و این کارا را توانستن. و همچنین در حالت ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم ما دیدیم که آنها آمدن در سال 2012 تمام فرماندهان خلقی را که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودن از بین بردن و در حالت رشت هم در سال 2009 2008 و 2009 به بهانه تازه کردن خب بمب‌های انفجاری بود، به بهانه اون موادهای غیری چی بود، ولی اومدن در کوههای ناحیه رشت تمامی مخالفان را از بین بردن، قتل کردن، کشتن، به بهانه گوناگون اومدن این کارا رو انجام دادن. ولی در سال 2010 بالاخره اومدن تمام مخالفانی که سر برداشتن و میخواستن یک دگرگونی در تاجیکستان بیا اونها را به قتل رسوندن. همچنین در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هم سال 2012 اومدن تمام نفران رو به قتل رسوندن و کشتن. من یادم هست که اولین کاری که این حکومت کرد یکی از فرمانده‌های اصلی خودش رو گنرال عبدالله نظرف که نفر همین حکومت بود، او را خودی همین حکومت به قتل رساند
و بعد از اون شروع کرد به کشتن مردم عادی. در اون زمان سبز علی یکی از نمایندگان لیدران مردمی ولایت مختار کوهستان بدخشان، امام نظر، امام نظرف و ده ها اشخاص معروفی ولایت مختار کوهستان بدخشان در نتیجه همین حمله ارتش کشته شدند. و اگرچه اونها دفاع کرده بودند از سرزمین خود، اونها میخواستند که زمین تاجیکستان به چین فروخته نشود و اونها خواستند دفاع از سرزمین تاجیکستان کنند، ولی متاسفانه چیکار کردن؟ حکومت دیکتاتوری امالی رحمانوف اومد همه اونها را به قتل رساند و این چیز باعث گشت که ارتش ملی از خود نیرو نشان بدهد و یعنی نشان بدهد که در داخل وطن توانایی دفاع کردن را از این و آن دارد. اگر شما خدمت حربی کرده باشید، شما میدونید که در ارتش وقتی برای شما فرمان میتین که مثلا فلان دشمن در فلان کوه ایستاده است، در فلان شهر ایستاده است، شما فقط میروید و فرمان اجرا میکنید. برای شما فرقی ندارد او کی است او چی است، شما فقط میکشید دیگر. یعنی شما حق دارید که همون اشخاص رو بکشید دیگر. شما برای این کارتون به جوابگری کشیدن نمیشوید. یعنی این قانونی ارتش است. در ارتش کشتن کسی که به ضرر همین جامعه است، اون رو هیچ قانونبینی پیش بینی نکرده است که وقتی که فرمان می شود به ارتش که شما به فلان منطقه حمله کنید و در فلان منطقه یا که در فلان جنگل، در فلان کوه چندین دشمنای در کمین هستند اونها را بکشید، ارتش می رود همه اونها را شکار می کند، به قتل می رساند و یا اینکه دستگیر می کند. ارتش حق رو دارد و برای به جوابگری کشیده نمی شود. برای همین در حالت ولایت مختار کوهستان بدخشان من حتی یک سربازی که یادم هست اومد با ما صحبت کرد، گفت که من حتما نمیدونم، گفت که بعد از اونی که ما وارد ولایت مختار کوهستان بدخشان شدیم در سال 2012 در روز حتی ما جایی شد که ما کودکا رو کشتیم. یعنی من نمیدونم که من دیگه جایگاهم در نزد پروردگار کجاست. یعنی اونها وقتی داخل میشوند دیگر سیم و همه چیز رو به قتل میرسونند. به همین خاطر ما در این حالت میبینیم که ارتش تاجیکستان در داخل وطن چون این کارا رو میکنند. اما حالت عین حاضره ارتش باید متفاوت از حالت گذشته باشد، زیرا مردمی که در ارتش خدمت میکنند، من طرفدار اون نیستم که مردم خدمت حربی نروند، باید خدمت حربی کنند، چون داشتن تجربه نظامی برای مردم تاجیکستان بسیار مهم است که وقتی که کشور خارجی به ما حمله میکند دیگر مهم نیست که در اوجا ما بین خودمون چی مناقشه داریم، دیگر همه ما رو به قتل میرسونن. برای همین خدمت کردن مهم است. ولی عین حال حالتش ای است که شما اینترنت دارین، توانایی دیگرگونی دارین. شما وقتی میبینید که ارتش فرمان میآید که فلان جا برود حمله کند، در حالت مثلا رشت و در حالت ولایت مختار کوهستان بدخشان، باید حتما این سربازان نروند، چون میبینند که در اونجا بروند هموطنان و هم میهنان خودشان رو که فقط دیدی مخالفت با همین حکومت رو دارن به قتل میرسونند. در این حالت یعنی باید حتما محافظان این وطن، سربازان این وطن این نکات رو در نظر بگیرن که عین حال فضای جهان پیشرفت کرده است، تکنولوژی خیلی تاثیر زیادی دارد و این چیزها رو در نظر بگیرن و در حالت حمله یا که گرفتن فرمان از جانب چه پرزیدنت باشد که سرفرمانده قوای مسلح است، چه هر کسی دیگه، چه وزیر دفاع که امروز امام علی اگر اسمش فراموش نکنیم، امام علی صابرزاده است وزیر دفاع، چه از جانب او باشد، باید حتما کوشش تلاش کنید که در حالت حمله اینترنت رو به خبر بگیرید، معلومات رو بخونید و کورکورانه به مردم حمله نکنید. حالت دومی ارتش که ما صحبت خواهیم کرد این حالت خارجه است که آیا ارتش ما توانایی دفاع کردن از خارج کشور رو دارد یا ندارد. در حالت اول ما دیدیم که ارتش جمهوری تاجیکستان واقعا در داخل وطن توانایی دفاع کردن رو دارد و اگر که هر فرمان دستور پیدا کند واقعا میرود و اون منطقه را و مردم اون منطقه را به خاک یکسان میکند، میکشد، قتل میکند و این توانایی رو دارد. در حالت خارجه آیا ارتش امروزه ما توانایی دفاع کردن از خارج کشور رو دارد؟ اگر که مثلا مثال بگیرم یک کشور همسایه امروز به ما حمله کند، یک کشوری مثلا یک گروهی غیر
تاجیکی از خارج کشور به داخل تاجیکستان حمله کنند. آیا ارتش ما توانایی دفاع کردن رو دارد یا ندارد؟ همدیران و هموطنان عزیز، ما با قطعیت گفته میتونیم که ارتش تاجیکستان امروز در حالت خارجه، یعنی دفاع از خارجه، در توانایی سطح بالا قرار ندارد. سبب‌هاش خیلی زیاد است. من همه اون سبب‌ها رو در اینجا نمیگم، ولی اغلب اونها را که مهمترین اونها هستند اونها رو در اینجا ذکر خواهیم کرد. ما مثال میگیریم اگر که امروز از کشور همسایه ما یگان نهاد نظامی یا اینکه گروه‌های نظامی به کشور ما حمله کنند، آیا ارتش ما دفاع کردن میتونند؟ نمیتواند. چرا نمیتواند؟ زیرا ما با افغانستان زیاده از 400,000 کیلومتر چی داریم؟ مرز داریم و ارتشی که ما امروز داریم اون قدر ارتش وسیعی نیست که بتواند این 400 کیلومتر را کاملا دفاع بکند. برای همین ما وقتی که معاون وزیر دفاع پیشین که عین حال برای اشتباه نکنم در امریکا در قرار یک مصاحبه داشت، اون مصاحبهش رو گوش کردیم. در اونجا گفت که وقتی که ما خواستیم ارتش، یعنی اون گفت ما خواستیم به افغانستان بریم گفتگو کنیم، وقتی ما میخواستیم از مرز خودمون یعنی از تاجیکستان بگذریم افغانستان بریم، سربازان روس ما را نظارت کردن که شما کجا میروید. ما گفتیم که ما میخوایم بریم. گفت که نه، شما بدون اجازت ما درمان. یعنی معاون وزیر دفاع تاجیکستان برای گذشتن به افغانستان باید از روس ها اجازت میگیریم. برای همین وقتی ما میگوییم که آیا ما دفاع کردن از حمله خارجی ها رو داریم یا نداریم، ما این کار رو نداریم و نتواناییشان نداریم و 400 کیلومتر رو تجهیزات نظامی که اقتصاد در آن موجود نیست نمیتواند. مثال آشکار، یکی از سازمان های قوی به اسم گلوبال فایرورک، یکی از سازمان های خیلی قوی است و این سازمان تمام ارتش های یعنی قدرت ارتش های جهانی رو سنجش میگذراند و قوی بودن این ارتش ها رو زینه بندی کرده است و میگوید که کدام ارتش در کجا قرار دارد. و در سال 2024، حالا سال 2025 نشر نکرده است، ولی در سال 2024 همین گلوبال فایرورک ارتش تاجیکستان را سطحش را در 108 گذاشته است. خب یعنی شما در نظر بگیرید که ارتش تاجیکستان در 108 جاش، اگر شما میگید که نه جهان 100 و چندین دولت دارد و در 108 این جای خوب است، ولی باید یک چیز قید کرد که دولت‌های زیادی که موجودن که ارتش ندارند، این یک تعداد دولت‌های دیگر دارند که ارتش اونها وابسته ارتش دیگر کشورهاست. برای همین تاجیکستان ارتشش پیش از ارتش سومالی است، کشورهای افریقایی که تقریبا ارتش ندارند، اقتصادشون خراب است و یعنی در پایان‌ترین سطح قرار دارند. و اگر ما بگردیم به کشورهای پس و شوروی، در کشورهای پس و شوروی نیز کشور تاجیکستان با پیشنهاد همین سازمان، یعنی با زینه‌بندی همین سازمان، ارتش ما در پایان‌ترین نقاط قرار دارد. حتی منم اینجا یک حمله از جانب قرقیزستان در ما صورت گرفت که بسیار حمله قوی بود و تاجیکستان در این حمله چندین سربازایش رو از دست داد از جانب قرقیزستان. وقتی حمله شد، من در اینجا خواستم که یک قرقیزستان همسایه خودمون که خردترین کشور، یعنی از دیدگاه اقتصادی، از دیدگاه نظامی و از دیدگاه مثلا اهالی یعنی از ما کمتر است، ما خواستیم که همین نظر کنیم که قرقیزستان که چند سال پیش که وقتی که نماینده یکی از گنرال های قوی تاجیکستان در یک مصاحبهش گفت که وقتی که قرقیزها بعد از جنگ شهروندی یک مرتبه لفظ با کردن که همین زمین ماست، گفت ما رفتیم در داخل بادکن، در داخل اداره پلیس همونها، پلیس اونها را یعنی شپات زدیم و اونها را در جاشون شوندیم، گشتیم اومدیم. بعد از همون خب کردن تا زمانی که تا سال 2012، بعد از سال 2012 بازم قرقیزها شروع کردن با بالا کردن صدا، ولی تا اون زمان بالا نکرد. یعنی ارتش تاجیکستان در اون زمان قوی تر بود و توانایی بیشتر داشت. برای همین من خواستم که یک بار مقایسه با کشور همسایه خودمون در همین گلوبال فایرورک بسنجیم که آیا قرقیزستان ارتش در کجا قرار دارد، ولی
همین سازمان گلوبال فایرورک نشان میدهد که قرقیزستان در جای 105 یعنی 3 زینه بالاتر از تاجیکستان در سال 2024 است. برای همین یعنی قرقیزستان همسایه ما از دیدگاه نظامی امروز قوی‌تر از تاجیکستان است. ولی افغانستان رو کنار بگذار، افغانستان 10 برابر در ازبکستان چندین مراتب، من همونجا نگاه کردم، ازبکستان در جای 60 و چند بود، قزاقستان در جای 50 و چند بود، یعنی کشورهای پیشرفته ای هستند ولی از دیدگاه نظامی، ولی کشور تاجیکستان در جای 108 جا. برای همین چرا قرقیزی ها پیشرفت کردن؟ چون اونها تجهیزات زیاد خریدن و اقتصاد نظامیشون رو 4 برابر 5 برابر تاجیکستان بالا بردن. یعنی تاجیکستان از دیدگاه اقتصادی وقتی که جدا میکند با ارتش زیاد واری نمیکند. پس ما میبینیم که یعنی ضعف ارتشی ما از دیدگاه دفاعی که از خارج برای ما حمله میشود خیلی زیاده است و این باعث میگردد که ما باید بستیم فکر کنیم که چرا کشور ما ارتش ما اینقدر ضعیف است. ما چیکار کردن میتونیم که همین ارتش رو قوی بگردونیم. مثلا اگر که فکر کنیم که امروز در ارتش ما هواپیماهای پیشرفته یا که پهپادهای نظامی پیشرفته یا که به اصطلاح روسی درون‌های پیشرفته موجود نیست، تانک‌های پیشرفته که زود میتونن حمله کنن موجود نیست، هواپیماهای نظامی که میتونن حمله کنن موجود نیست، اگرچه قرقیزها بیرقتر مثلا پهپادهای قوی که به حد پولهای کلان میستد اونها رو خریدن. چیزهای زیادی که ما نداریم و بازم همین اقتصاد ضعیفی ارتش ما چیکار کرده میتونیم و چرا چنین مشکلات ها با ارتش ما پیش اومد. حالا هموطنان همدیاران عزیز، شما یک چیز رو خیلی خوب دقت کنید که یکی از مشکلات های اصلی پستی یعنی قفا ماندن ارتش ما این به توجهی حاکمیت به همین ارتش است. ما اگر ببینیم وزارت دفاع امروز در تاجیکستان که مهمترین نهادی نظامی تاجیکستان است در کدام سطح قرار دارد. مثلا خود شما، من اگر همین جوازی بینندگان در کامنتار بنویسن که آیا شما از وزیر دفاع چیزی با خبر هستید که وزیر دفاع در کجا است، اسمش شما با خبر هستید که وزیر دفاع امروزه تاجیکستان، اگر اسمش من در اول برنامه گرفتم به علاوه همین آیا وزیر دفاع اسمش را یاد دارید؟ من مثلا حاضر بگم که وزیر امنیت کی است، همون زمان شما اسم یاد میگیرید که سید مومن یتیموف. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان کی است؟ میگید که رحیم زاده رمضان. یعنی اسمش در کوتاه‌ترین فرصت در سر زبانتون میآید. ولی وزیر دفاع که از مهمترین نهاد جامعه هست که اون دفاع میکند از تمام حمله های خارجی کشور، شما با خبر نیستید، نمیدونید که وزیر دفاع کی است. یعنی در ریتینگ داخلی حتی توجه نکردن معین است به همین وزارت دفاع و ما میبینیم که حکومت امروزه نیست توجهی بیشتر بالای وزارت دفاع نمیکند، بلکه بالای کیو میکند؟ بالای اشخاص دیگری به مانند کمیته امنیت ملی، به مانند وزارت کارهای داخلی و دیگر ساختارهایی که اون به خانواده رحمانوف کمک میرسونند. مثلا حالا ببینید که اقتصاد به وزارت دفاع چقدر تعیین کرده می شود، به وزارت کارهای داخلی چقدر تعیین کرده می شود، به کمیته امنیت ملی چقدر جدا کرده می شود و چه امکانیت ها در دست اینها داده می شود. برای همین شما این چیز رو در نظر بگیرید. برای مثلا رحمانوف امروز امنیت خیلی مهم است که می رود خانه مخالفان و هر یک مخالفی که امروز صدا بلند می کند خانه اونها را فشار میارد، اونها را لطکوب میکند، تهدید میکند فرزندتون رو بیارید و یا اینه که اونها را فرمان میدهد که وزارت امنیت رو که بیارید از خارج کشور مثلا فلانی رو بدزدید، فلانی رو بیارید، فلانی رو براش پرونده باز کنید. همین طریق هم به وزارت داخله همین فرمان ها رو میدهد و بالای اونها بیشتر کار میکند. مثلا از وزارت کارهای داخلی یک
نمایندهش که با من پنهانی صحبت میکرد گفت که برای آوردن یک مخالف، یک کسی که یک مخالف رو از خارج کشور میارد زیاده از $200,000 میگیرد. یعنی عنوان پلی یک کسی که میتواند یک مخالف رو راضی بگرداند از خارج بیارد $200,000 است. غیر از آنه که هر پول مصرفاتی که برای آوردن همین مخالف از خارج کشور انجام میدی او را باز برات پرداخت میکنند. غیر از او $200,000 فقط عنوان پلی یعنی که مکافات پولی برای آوردن یک مخالف داده می شود. یعنی این توجه کردن برای وزارت کارهای داخلی خودش نشان دهنده اونی است که دیگر در شکی نیست که توجه بالایی وزارت دفاع نمی شود. وزارت دفاع خفا میموند. مثال قرقیزها بعد از اونی که در جنگ بین تاجیکستان و قرقیزستان یک ضربه خوردن که اونها اول به ما حمله کردن و بعدا دفاعی ما حمله کردیم کمک ضربه خوردن، چیکار کردن؟ در قدم اول اونها اقتصادی دفاعشون حربیشون 3-4 برابر بالا بردن و به زمین همین رفتن پهپادهای چی خریدن؟ پهپادهای ترکی بیرقدر خریدن و در وزارت دفاع خودشون گذاشتن که در حالتی که مسجد تاجیکستان رو در نزدیک مرز قرقیزستان تاجیکستان در ولایت سوق زدن، از اون پهپاد ترکی استفاده کردن که یک مسجد ما رو زدن و او سنجشی بود. یعنی اونها یک سنجش که زروندن که این پهپاد استفاده کردن میتونن یا نمیتونن، اونها اومدن یک مسجد ما رو زدن و خود همین گواهی از چی میتید؟ یعنی گواهی از اون میتید که اونها به ارتش خودشون سهم قائل هستن و کوشش میکنن که بهبود بسازن ارتش خودشون رو و حتی روز ارتش خودشون رو عوض کردن. ازبکستان قزاقستان روز ارتش رو تغییر دادن به روزی دیگره. به خاطر چی؟ به خاطر اون چیزی که به همون زمان شوروی وابسته نباشد. اما در جانب تاجیکستان میبینیم که یعنی همون روز ارتش ما به روز ارتش شوروی باقی مانده است. 2 سال خدمت حربی رفتن به همون زمان شوروی باقی مانده است و تمام ساختارها مثلا حربی ما به ساختارهای شوروی شباهت دارد و علاوه بر این تمام تجهیزات نظامی ما کهنه، فرسوده و چیزی که عیناً اونها استفاده بریشون در جنگ غیر امکان است. ما نمیتوانیم از چنین حالت ارتش خوشحالی کنیم. سیوم نقطه نرفتن مردم به خدمت حربی، فرار آنها از خدمت حربی، این خودش یک ضعف و توانایی در همون مثلا وقتی که گلوبال فایر ورک تشخیص میکند، نگاه میکند، اون این چیزا رو در نظر میگیرد که چرا مثلا مردم توجیک مثال نمیرن از ارتش فرار میکنن. با چنین انسان ها میشود مثلا از ارتش دفاع کرد. برای همین این نکات در نظر گرفته میشود. همه این چیزها در نظر گرفته میشود وقتی که یک سنجش میگذرونن. برای همین باید ما و شما کوشش بکنیم که نوابسته به تمامی همین پستی ها، به تمامی همین ناتوانی ها، به تمامی همین ضعف ها در ارتش خدمت بکنیم. زیادی از هموطنان وقتی که من میگم که باید مردم در ارتش خدمت کنن، مردم زید میشوند میگن که نه، ارتشی که به خانواده امامعلی رحمانوف وابسته هست خدمت امامعلی رحمانوف میکند، خدمت اولاد او را میکند و در ولایت ها میرود خونریزی میکند، چرا باید ما بریم خدمت کنیم و با این ارتش بپیوندیم؟ ولی ما باید یک چیز دیگر از همه مهمتر از آن ببینیم که وقتی که ما از خارج حمله میکنن، در اون صورت دیگر اون یک ولایت و یک ناحیه و یک خانواده و حیات من و حیات یک نفر دیگر باقی نمیماند. یک کسی که وقتی که از خارج برای تو حمله میکند، اگر ما و شما ارتش قوی نداشته باشیم، دیگر او نه خانواده رحمانوف رحم میکند، نه خانواده من رحم میکند، نه خانواده شما را رحم میکند، نه ارزش‌های ما و شما را رحم میکند و هیچ چیز باقی در سرزمین ما و تو نمیماند. هیچ ارزش باقی نمیماند. او همه ما و شما رو به خود یکسان میکند. برای همین ما بریم در ارتش خدمت کنیم، ولی زیرکانه خدمت کنیم. ببینیم که وقتی که دستور گرفتیم فلان جا رو بریم حمله کنیم، از چنین دستورها خودداری کنیم، بهانه مریضی، بهانه دیگری، و یا بگیم که ما میریم بازنشست میشویم، یا اینکه ما عین حال یک ارتشی میریم
پشتی پرده میشویم و برای آینده اگر که از هر کجای حمله شد آماده میشویم و تیار میمونیم تا اون زمان. یعنی حتی امکان شما 2 سال خدمت کنید و تجربه نظامی را داشته باشید که در صورت حمله خارجیان باید توانایی را داشته باشید. این نکات بسیار مهم است. ما هموطنان و همجوران عزیز یک نوار کوتاه از زمان همین ارتش امروزه که روز گذشته روز 23 انجام شد برای شما پیشنهاد میکنیم. یا چند تا تحلیل دیگه در اونجا خواهیم کرد تا اینه که بتوانیم با هم یک چند چیز داشته باشیم. خب من اینجا یک نواری هست به سمت شما برسونم. خب این نوار را من پیدا کردم. من عین حال این نوار را به سمت شما برسونم. خب اگر دوستان و هموطنان مشکل اینترنت به میان اومد حتما خبر کنین، من مشکل اینترنت حل میکنم و ما اینجا. خب همونطور که شما میبینید دوستان این روز ارتش است در تاجیکستان. جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پرد حربی به افتخار 32 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح تاجیکستان اشتراک نمودند. با پرزیدنت کشور سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان باید با آمادگی هیئت شخصی قشون‌های گارنیزون حربی دوشنبه برای گذشت پرد نظامی وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان جنرال لیتنانت صابرزاده امامعلی گزارش داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با عرض سلام به هیئت شخصی آنها را با جشن با شکوه 32 سالگی تأسیس یابی قواهای مسلح تبریک نمودند. قبل از آغاز پرد حربی سرور دولت محترم امامعلی رحمان سخنرانی نموده دایر به حفظ دستاوردهای دولت صاحب استقلال و فضای آرام و آسوده این کشور بی‌اجتاسا اندیشه های خود را بیان داشتند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان به افتخار 32مین سالگرد تأسیس یابی قواهای مسلح تمام مردم شریف تاجیکستان، هیئت شخصی ارتش ملی، دیگر ساختارهای نظامی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و اشتراکداران پرد حربی، افسران و سربازان را صمیمانه شادباش گفتند. تأکید گردید که هیئت شخصی قواهای مسلح در مدت 32 سال سپری گردیده حفظ استقلال و آزادی کشور، حمایه مرز و بوم سرزمین اجدادی، امنیت دولت و جامعه، صلح و آرامی و ثبات سیاسی را جوانمردانه و با صداقت به خلق و وطن تامین کرده ایستادند. سرور دولت حمایه وطن و حیات آسایشته مردم را برای هر یک جوانمرد با ننگ و ناموس وظیفه مقدس و پرشرف دادند. گفته شد که قواهای مسلح، دیگر ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان در ایام نهایت حساس و تقدیرساز سالهای اول صاحب استقلالی، خصوصا در دوره جنگ تحمیلی شهروندی که خطر پراکنده شوی ملت و از بین رفتن دولت تاجیکان را واقعا به میان آورده بود، فرض وطنداری خش را صادقانه اجرا کردند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان خدمتچیان حربی قواهای مسلح را به اجرای پرمسئول وظیفه ها و به سوگند خود صادق ماندن هدایت نمودند. تاکید داشتند که بر دوش شما حمایه وطن، ملت و دولت گذاشته شده است. در این رابطه همچنین گفته شد که مردم تاجیکستان در سیمای هر یک خدمتچی حربی و کارمند مقامات حفظ حقوق، محافظان با اعتماد استقلال و آزادی وطن، مرز و بوم سرزمین اجدادی، صلح و ثبات کشور
و حامیان حقوق و منفعت‌های خود را می‌بینند. در رابطه با وضع بسیار ناآرام و بی‌ثبات حربی و سیاسی که جهان معاصر را فرا گرفته است، پیشوای ملت، رهبریت و هیئت فرماندهی قوه‌های مسلح دیگر ساختارهای حربی و مقامات حفظ حقوق را وظیفه‌دار نمودند که با مسائل آماده باشی دائمی، تأمینات جز و تام‌ها با تکنیک و تجهیزات معاصر حربی، فراهم آوردن شرایط باز هم بهتری بود و باش و خدمت برای هیئت شخصی و با مسئله تربیت کادرها جابجاگذاری درست آنها اعتبار بیشتر دهند. بعد سخنرانی پرزیدنت کشور، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان با افتخار 32مین سالگرد تأسیس یابی قوه‌های مسلح پرد حربی خدمتچیان نظامی برگزار شد. تجلیل جشن مقدس با رسم گذشت بیش از 10,000 خدمتچی حربی قوه‌های مسلح، ساختارهای قدرتی، هیئت شخصی مقامات حفظ حقوق، زنان و بانوان ارتش ملی و حامیان قانونیت و ترتیبات در فضای تنتنوی حسن انجام یافت. فخر مردم تاجیک از آن است که ارتش ملی تاجیکستان صاحب استقلال سرزمین اجدادی را. خب دوستان و هموطنان عزیز، اینجا چند نکته رو ذکر کنیم. همونطور که شما میبینید ارتش ملی لباس‌های درست با نظم دارن و این بسیار باعث افتخار است که حد امکان تا اندازه ارتش ما داره همون طریق رشدیابی خودش رو درست پیش می رود. ولی به هر صورت ناتوانی و ضعف خانواده امامعلی رحمانوف نشان میدهد که متاسفانه ارتش تنها به خاطر یک خانواده مجبور است تنها به خاطر یک خانواده خدمت کند و هر کاری که امامعلی رحمانوف میخواهد همون کار انجام میدهد. به جای اینه که برود مرزهای وطن را دفاع بکند، میآید مثلا مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان، رشت و دیگر مناطق را به قتل میرساند که این چیز بسیار بسیار رنج آور و دردآور است. من امیدوارم که مردم ما این چیزا را در نظر میگیرن و فرزنداشون وقتی روان میکنن این چیزا را نگه میکنن. و خب اینجا یک چیز دیگه ای را من با سمت شما برسونم. همین ماشین هایی که شما میبینید، آیا ماشین های ارتش اختراع داخل وطن است؟ نه. آیا این ماشین ها با پول مال اقتصادی که به ارتش ادا کرده می شود خریده شده است؟ نه. یعنی اینها همش اون گرند های کمکی که از خارج کشور، چه از جانب روسیه، چه از جانب آمریکا، از چین، از هر کشور دیگری که به ما کرده می شود از جانب همونا است. یعنی هیچ وقتی اینها از پول اقتصادی همین وزارت دفاع خریده نشده است. پس ما برای آمادگی قوی دفاع وطن چیکار کردیم؟ پولی را که برای همین وزارت جدا میکنیم در کجا می رود؟ یک قانون جدیدی در امریکا به میان اومد که راهبری او رو ایلان ماسک گذاشتن در حکومت جدیدی ایالات متحده امریکا که هر شخصی حکومتدار هر هفته گزارش میدهد به همین نهاد که در یک هفته کاری چیکار کردی. اگر گزارش دادن نتوانستی از وظیفه بیرون میکنند. این گونه نهادها باید در تاجیکستان باشد که هر حکومتدار باید هر هفته نه هر ماه هر روزه باید گزارش بدهد که تو چیکار کردی، این پول به کجا مصرف کردی، تا اینه که ما بتوانیم تاجیکستان را و وزارت دفاع را و دفاع وطن را بسازیم. وقتی که ما نمیتوانیم یک نهادی درست بسازیم که اون از تاجیکستان دفاع کند، چرا باید اسمش را بگذاریم وزارت دفاع؟ ارتش به خاطر خانواده رحمانوف یا به خاطر داخلی وطن نیست. ارتش به خاطر دفاع سرزمین از هجوم خارجیان است. ولی در امروزه تاجیکستان متاسفانه بازم همه این تلاش های مردم که فرزندانشان روان میکنن از این مکتب ورود شوند و خارج شوند تا اینی که بتوانند آینده به این سرزمین خدمت کنند، یک خانواده کثیف اومده سر به خاطر خودش به خاطر منفعت خانواده‌اش استفاده میکند. شما یک مقاله پیدا کنید که حکومت تاجیکستان یا خانواده امامعلی رحمانوف برای ارتش تاجیکستان در چند میلیارد پول چقدر تجهیزات نظامی خرید.
پیدا نمیکنید. من امروز در اینترنت هم قدر زدم مقاله های پیدا نکردم که حکومت چنین تجهیزات رو خریده باشد. فقط گرانت های بی پول از خارج به تاجیکستان تجهیزات نظامی روان کردن، چون ما با کشور افغانستان مرز داریم و مرز ما 400 کیلومتر است و این خطرهای تروریستی و اکستریمیستی زیاد است و از این جانب برای ما کمک نظامی میکنند. پس وقتی که ارتش اقتصاد ندارد، ارتش خدمت نمی کند به مردم، ما چگونه مردم رو مطمئن بسازیم در این ارتش بروند خدمت بکنند؟ برای همین ما باید برای مردم در قدم اول ارزش ارتش رو بفهمونیم. یعنی وزارت دفاع، سرباز بدن، خدمت کردن به این وطن چی معنا دارد؟ یک انسان فرزندش چرا باید برود 2 سال خدمت کند؟ برای چی برود در اونجا لتوکوب بخرد؟ برای چی برود در اونجا بی پول 2 سال وقتش رو بگذراند؟ این باید سببش، معناش، مفهومش برای مردم فهماندهی کرده شود. یک انسان رو میبری 2 سال در اونجا قمه میکنی، میزنی، لتوکوبش میکنی، سلاحش یاد می، جوابش میتی، میرود. اون باید بفهمد که اساس این خدمت چیست. برای چی فردا اگر خدمت کرد آمد، ارتش آماده سلاح دادن به دست او هست، ارتش آماده اون هست که امروز تکنولوژی پیشرفت کرده است و تمام جنگ ها به درون و به پهپادها و به این چیز هاست، دیگه بر روی زمین تقریبا جنگی نیست. آیا این تجهیزات ها برای جوانان مؤثر، برای سربازان جوان آموزش دادن می شود یا نمی شود که آنها بآموزند این چیزها را؟ در وزارت دفاع یک انسان پیرمردی نمیدونم 50-60 ساله را میرن میمونن که هیچ فهمیشی تکنولوژی مؤثر زمانوی را ندارد. یک تلفن عادی را استفاده کردن نمیتواند. و جای اینه که باید یک جوانی مؤثر دانشمند و پرتجربه نظامی آورد در اونجا، وزیر دفاع گذاشت که بتواند با فهمیش خود، با اون توانایی خود این مردم رو بیاموزد، از مکتب قوی حربی بگذراند تا اینکه فردا توانایی دفاع کردن داشته باشند. همین امروز هر کسی اگر از افغانستان طرف ما حمله کند، اولین کسی میگریزد از وطن این همین وزیر دفاع است و همین شاگردان وزارت دفاع، وزیر دفاع هستند. چون آنها از داخل این سیستم، این نظام رو میدانند، از داخل میدانند که هیچ توانایی بزرگ دفاع کردن ندارند. آنها این چیزها رو در اونجا میبینند که اونها ندارند. وقتی که ما و شما اون رو نمیدونیم، اونها این هر روز میبینن این چیزا به چشمونشون. رفتن 2 سال خدمت کردن و دیدن که در وزارت دفاع و در داخل وطن ما و شما چی چیز برای اونها میآموزن و از کدام اسلوب استفاده میکنن و چگونه میتونن دفاع کنن. وقتی که اون میدانن، میآیند سامانه‌های مجازی میبینن که امروز جنگ در اوکراین بین اوکراین و روسیه تمامش با تکنولوژی پیشرفته صورت گرفته ایستاده است و اگر تو برای یک همون کمانت بره مثل شکار کردن تو از پیشانی میزنن رفتی. امروز تکنولوژی جدید به میان اومد، باید زمانوی سازی ارتش صورت بگیرد، ولی ما در ارتش هیچ درونی نمیبینیم. شما همین نوار از اول تا آخر نگاه کنید، شما در کجا درون‌های دفاعی میبینید؟ در کجا هواپیماهای دفاعی میبینید و چیزهای پیشرفته زمانوی برای دفاع از وطن؟ در کجای همین؟ بیاین همین اینه، در کجای همین شما دیدید؟ در کجای میبینید؟ 4 دانه تانک های قدیمی زمان شوروی و یا اینکه گرندهای آمریکایی، اروپایی را که در اونجا دادن، اونها را به سمت ما و شما نشان میدن و خلاص تمام، با این برا به جنگ. جنگ چنان نیست. آیا سربازان ما حد امکان میگیم با اراده قوی دارن میتونن برن بجنگن؟ نه اراده قوی دارن، نه ایمان کامل دارن، نه تجهیزات پیشرفته جنگی دارن که برن بجنگن. از هیچ چیزش برخوردار نیستن، نه از این نه از آن. پس شما منتظر چی هستید؟ چگونه این مردم ما برن بجنگن؟ با کدام تجهیزات؟
حالا متاسفانه ضعف ارتش امروزه باعث آن میگردد که تمام کشورهای ابرقدرت، کشورهای همسایه، گروه‌های منفعت جو چشم بیاندازند به کشوری ما، به سرزمین ما که هر لحظه بتوانند به این کشور حمله کنند و ذخیره‌های ما، ارزش‌های ما، توانایی ما، همه ما را از بین ببرند و اون سرزمین را مال خود بکنند. شما یک بار به تاریخ نگاه کنید که ضعفی ارتش ما باعث گشته است که ما کشورهای به مانند سامانیان، تایریان و هزارها کشور دیگری که داشتیم از دست بدهیم، چون ضعف ارتش، توجه نکردن به ارتش باعث گشت که اون کشورها، اون ارزش‌ها، اون دارایی از بین برود. وگرنه در زمانی که ما و شما قدرت داشتیم، در زمانی که ما و شما ارتش داشتیم، در زمانی که ما و شما توانایی دولتداری، سطح دولتداری، طرز اداری دولتداری داشتیم، نه امریکا، نه روسیه، نه چین، اینا هیچ کدومش به این چیز برخوردار نبودن. حالا این توانمندی، این پیشروی ما و شما در کجا قرار دارد و مردم جهان در کجا قرار دارد؟ پس مشکل اصلی توجه نکردن حاکمیت اول به ارتش، دوم از ما و شما به ارتش است. چون حاکمیت هر کاری میخواهد انجام میدهد و در مقابل همین ارتش، تا اینه که ارتش فقط خدمت یک خانواده و یک ارزش یک عائله را بکند و ما و شما به توجهی میکنیم که این خانواده را چیکار میکنیم؟ مجبور نمیسازیم که دست بگیرد از روی ارتش. سلام علیکم المزبویز. و علیکم. بفرمایید برادر عزیز. درباره همین ارتش گفتی، من هم یک چیز در یادم اومد. خب یک نفر ایجای ما خب خدمت رفت، خدمت اومد، خیلی یکم گفتن دور پیش که اگر بچه خدمت که باشه زنش میتیم، بیچاره هم قوای کردی سوس رفت، یا اون کس ندادنش، گفتن که خیلی گفت میرم خدمت منم، با خواهش خودش هم آدم رفت خدمت کرد، اومد این ولی چی ده بار می در قدای کوچه حافظی کرده میروه. چخه اکی یک آدم که اوجی دیگه آدمایی که خدمت میرون امروز دخترشون نمیتین، نه برای چی ده همین مهاجر باشه و خدمت که اگه نباشه، برای چی قایی حکومت ما نتونست در 33 سال یک بگیم فضا را آزاد بمونه برای مردم، یا که یک تعلیم تربیه، نمیدونم ای فرهنگش، ای مدیسینش، ای وزیر دفاع ده مثال ای نمی خدمت، سبب در چیه که همین در 33 سال نمیتونه با مردم همین این همین اخبار تموم دی گوش کردم 7 بار پیشوای ملت جناب عالی ای بچه به غرض رحمانوف دیگه آدم نیست در تاجیکستان، نه خود سروزیر چینون داره خیلی کارگری حربی را رحمانوف انتخاب کنه، نه خود اوچسکوای رحمانوف انتخاب. بچه ما باید یه دولتی باشه که میگیم که مردمی باشه. برای چی ما رحمانوف دیکتاتور میگیم؟ برای که یک آدم میآید دیکتاتور میگه که اینجا این آدم مثل وجود او آدم. به خدا 99% این همه کارگرای حکومت سواد ندارن. من میگم که اینا سواد ندارن، میگن که تو سواد نداری سنیمان. ای بچه من نه وزیری دفاع، نه وزیری چی میگن در جای بورم که شما من این سوالا را میکنی. بیک صبورتون یک چیزایی میگه که خر خنده میگیره بزا بازی. او نوردین سعید لطه کوبیزت او داته بمره مخیه او برای اجا دم بگی او یا آدم دیگه بیه او من از برای خدا رحمان اگر مورا میشنوی کو یا جوانا را بیار بمونخی این چیه این با آدم دوری سیوز او آدم باید پرفکت با زبان روسی با چند زبان دیگه گپ بزنه که من در آدم دوری شوروی نیستم. مثلا ما زبان روسیه خوبتره، همون وزیری همون صنعت همون چینون داره نوردین سعید میدونه خوبتر. او زمان وزیر
وزیر معارف بود حوزه وزیر تندرستی وزیر معارف بود بعد چی شد رئیس تلویزیون شد به نظر نمیدونم گرفتن در جای دیگه موندن بود. من در چی حیرون میشم که همه آدمای کلونسالی که بگم که پکلینیو رحمانوف میاره در سر قدرت میمونهشون سواد ندارن. ای مسلمانو یک آدم بسواد بره راست گفتی برادر عزیز که همین خدمت میروند مردمی ما بگیم که چیزای جدیده نمیتونن استفاده کرده. اما نفری که اجای ما رفت خدمت کرد همیشه گرانیتسا در خدمت کرد اما 18 کیلومتر 20 کیلومتر راه خونمو میگه که بغرض همین تکنوش یگان چی نداشتم در حیاتم. میگه автомат قپیدگی نیستم دیدم автомат دام چسته مثال استفادهش نبردم. چه یک آدمی که میره 2 سال خدمت مینه یا بغرضش اوش تکنوش خربزه را نمیبره هم کندای کی و برای نمیدونم چیه. انا میگه که من بغرض اوش تکنوش یگان نمودی اروج استفاده کردی نیستم. چه یک آدمی را 2 سال خدمت مینه خدا نکنه این فقط جنگ میشه با دولت دیگه. در 15 مینوت هم تاجیکستان اگر نگیرن چیزی بگو برای که این مردم نمیتونه واقعا چند نفری که من میشناسم رفتن خدمت کردن اومدن خیلی گفتی رسو که گلاوی نیدروژ و همین اوکراین در جنگش از در اول بیشتری همین تکنولوژی نو سربازای آمریکایی و اروپایی و دیگه اینها رفتن استفاده کردن خودشون نمیتونستن. برای چی؟ به خاطر اینکه زمانوی نشده به ارتشش. یعنی قفاماندن همین ارتش باعث میگرده که در یک جنگ زود هنگام تو از دست میتی همه چیز. تو مثلا در تاجیکستان تا یک آدم میاری که مثلا تکنولوژی روسا که امروز مثلا تاجیکستان را سرپرستی میکنن اونا را هم برخوردار نیستن از هم تکنولوژی جدید. تقریبا روسا در جنگ زمینی سازن، در جنگ عثمانی همون 4 تا همون چیزای قدیمی دوران خلاص سازی تکنولوژی پیشرفته درون و پهپادهای جدید برخوردار نیستن اینها. به همین خاطر باید حکومت ما همین باره باید خوب فکر کنه که اگه مردم اگر جنگ هم کنه دیگه خیلی بگیم که با که پشت نمیروند دیگه هم یک چیزک میبینی که اومد به سر تمام. به همین خاطر باید ما واقعا هم حکومت اگر ما را میفهمه بچه‌ها را بمونه برند دیگه دولت ها همین وینیو را بمونه که برام بخونه او یتش برآمده در اسرائیل خونده در کجا خونده میگم ما مرد همین کارش تعریف کرده آخه خیلی دروغ تعریف نکنه یگان کار بکنه که فایده برای همین ملت باشه. دروغ چی مردم خوک میشه که ما رو فلان جورت ما رو تعریف کردن که ما تاجیکو گرینیم هیچی نیست. ما میبرن پروست این همین وقتی مردم هم میگیرن یا چند دقیقه صحبت میکنن میستیک همه را جدو منی میگوی کو تماشاش کنم چی میگه چون چی تویش نقل کرده شده. و همین خاطر دعوت همین است که حکومت اگر ما را میشنوه گذاره یک نفرای را که میتونن یگان کار کرده مردم میرن 2 سال خدمت مینن بغضش تکنوش یگان چه دستشون میقپن او شما پروندن یا چومتی شما یا میدونم ای پاراشوت پریدن یا چومتی شما یک کاری دیگر یاد بتین. آدم 2 سال بدونید چند وقته در 2 سال آدم ویش ابرزوانی میگیره. شما امروز در 2 سال یا آدم بغضش تکنوش در برش یگان چه گرفتگی نیست در خدمت یا که اوسمیا کانتوژ نیه آدمو پیشتر ارتش میرفتن خدمت میکردن بعد میومدن زن میگرفتن. امروز روزی که میان دیگه اونا زن هم نمیتین. بچه‌های شهری که در خدمت بودن یا تعدادش وقتی که در خدمت کردن اومدن گفتیم ما در خدمت از همه چیز زوری که یاد گرفتیم این دراویدن که بود پوبل کردن که در حیات مداشر نکرده بودیم. دیدیم چه خیلی کوکو ما را بردن مثلا در رشت در طرف دیوتا در اونجا پرتوتن هر روز مثلا ما میرفتیم کهدروی و اینکه پوبل کردن تو اینه که مثلا اون با کماندیر ما چانس میدادن ما رو روان میکردن. وقتی ما خدمت تمام کردیم بیشترین چیزی که یاد گرفتیم کهدروی و پوبل کنی بود. درسته خیلی چیزا هست من نمیخوام که جا نمبر کنم که کیا تا کجا میرفتن
کار میکردن راست همه آدم در نمیخوام پرابلم شوه برای که آدم انشالله نه خوبیش رسیدگی در من نه گندگیش نه که نمیخوام نوم شو بگیرم نه که همین چیزا من بچه‌م دیدگیم که در خونه وین پروکورو 4-5 سالدت یا امر نمیدونم گندم میدروان رشقه میدروان خدمت چون نمینه یا که میرن یا جو قابل میکنن گفتی خودت آقای خدمت و فرزند چه مردک روی میکنه که برای وطن برای مادرش با همون نیت رویش میکنه که برای خدمت بکنه. اگر او همین پدر و مادرها بدونن که فرزندای ما میرن که میدروان در شهرتوز قبادیان در 40 گرادوس گرمی والله یگان کس روی نمیکنه فرزنداش میمره ابلوکنی یا آدم و قبل نمینه بروان با همین مردم که دلش میسوزه همین مردم ما بسیارش با خودش میره خدمت سرشون نمیکنه میره میگه که من میخوام برم خدمت برای چی یا درس مدت کسی خدمت میره یک 6 سوتیق 10 سوتیق زمینش میدادن تا اومدنشه هم 2 سال میدادن زمین به همین خاطر مردمی که گاودار و مالدار بودن طرفای ما میرفتن خدمت به خودش خودشون که هم 10 سوتیق چند سوتیق زمین شما بتین میگم میرم خدمت میرم گایی میشم میرفتن میومدن بار که در یک اخرانیک نمیگرفتنشون میگفتن که میریم در پژار میدرویم کار میکنیم میریم اخرانیک در بازار کار میکنیم نمیدونم در گجای هم اخران نده بپشیم نمیگرفتنشون خدمت میان میرن مراجعت میکنن نمیگیرنشون نه که من همین تاجیکستان یک چیز در حیرون شدم واقعا یک چیزو کار میکنه همین تاجیکستان و ازبکستان یک بالنیسه راست کردن تاجیکستان و ازبکستان در قبادیان یک بالنیسه زمانوی راست کرد همونجا من رفتم نامنویس کردم که من کرانوف شکم من در کار بگیره همچنین که نمیتونستم روسیه اومده قپیدگی محکم که اگه بدن دمش نیاریس بدم نه او روز خانه اومدیم گفتن که دمو هم کرانوف چیک در کاره بعد از چند سال یا 6 سال گذشته ده ای کار اومدیم گفتن که هم بچه در کاره اون بچه در خودی که آلمان گشته است در حیاتش دیگه نمیاد اکران کار نمینه نه اینو را ببینید باید بردیه واقعی دیگه شون که مقصد به صاحبی حکمت ما در خونه شتگیم در سری دسترخوان یک روز دیگه اکم در خدمت در پامیر من دو کودک داشتم سه کودک داشتم همچنین اما ابلاوچی میاد خونه رحمت کنه بابی من هم شتگیم میام یکی مسافت که چم بابا حاجی امی باید آوردم و بچه‌ها تا دعوتنامه میگه خیلی میگه بچه‌م من چشمام کم تاخیره کو بخونش هم میگه وصیف عبدالرحیم خیلی دیگری شب بخون میگه اینش فهمیده این شب میگه وصیف عبدالخلی او جون شب گرد این است در پیش تا میگه بگیرش بره مقصد نه سه فرزند داره سه تا 4 تا داره بگیرش بره او بچه میگه در پامیر قریب 6-7 ماه خدمت کرده چه شما یا دولت سرفرای همین آدم نرفته راست اکی من در قبادیان پراپیسکا بود دیگه در شهر میخوند زندگی میکرد همون شهر رفت خدمت به همین خاطر اینا خبر نکردین که آدم ای شهر ما بردیم همین خیلی مونده که همین خیلی که یگان کسی اون کار نکرده اکی من خدمت بود کرد اومد بعد اینا در این کمت اینا درک گفتن که یک آدم خدمت که عجیب ده اینا واقعا اهمیت نمیتین نه در یگان ساحه دکوی حکمت اهمیت نمیتیه برای که من همه قشنگ فهمیدم که همین دولت‌های دیکتاتوری تنها کاری خودش میکنن با فایده ملت یگان کار نمیکنن سویت هم دزدم فروشه مردم سهمیه جمع کرد خسر بچه سامان ایر خرید تا امروز تاکسی میزنه این چیزا ولی اینا انشالله هر روز ولی روز ساعت شما با کاراتون جواب میده ولی مردم سهمیه مردم جمع کردن اگر دست حلال میکردی باید نه کمتر از 100 تومان سهمیه میگرفتی حج میرفتی باید پل میدادی توی میکردی باید پل میدادی خونه رسمنی باید سهمیه بخری یعنی لبای چیز باید سهمیه بخری با همون کاری ترابط میکردن ما کردیم ما سهمیه گرفتیم نه که بدبختو تا این روزا سوید نداده مردم پلی سهمیه را گرفتگی سمالیات خریدگی تو روغون راست نکردی لااقل همون چن یک بگیم که یا اگرگتش در کار میدرمد
شما نکرده هیچ چیز. باز که یا تعداد شد کار در آوردن تاجیکستان دیگه سویت مدفیلمی میشن، گفتن افسانوی میشه، چخیلی میشه، واقعا هم افسانوی شده تاجیکستان. باز یک قطعه آدم گپ زدم، همین چند قپش من از یک سفر داشتم نه خونه اومدم، قطعه بچه تاجیکستان گپ زدم، گفت که خونه راست کرده شدن، همون منتجیاره که سیستم سویت خونه را میکشه، گفتمش که برای من وکلوچت در کار نیسته، هم رزویدکه که خلاص. برای چی؟ میگه آخه هم تاجیکستان 2 ساعت سویت بگایی میتیه، 2 ساعت بگایی، 2 ساعت بگایی چی در کارای من برام آیا بکشم؟ خودش دولت میگه رحمی ما را میخره میکشش. مثال نگاه کنه که اوج آدما وکلوچت دل نچسبونده سوجن در خونه‌اش کی میدونه که حکومت 2 ساعت سحر سویت میتیه، 2 ساعت بگه. ای خدا بترسه، سویت هست، مردم بتیش، ما مردم تاجیک پلی سویت نمیتیم. ولی با یک و خوندم همی برقی تاجیکی یک با مردم تاجیک پلی سویت نمیدادیم. بچه شما پلی سویت 15 مینوت نتیان می اوستالوا میبریش، چه خیلی نمیتین مردم پلی سویت سویت اون همون چنین اکی من بدم حوزی اکی نمیدونم چند قشیده، همون چین 10 دیرم 12 دیرم و 30 و چند دیرم شده، 2 برابر قیمت شده. سویت میگه که اهالی تاجیکستان زیاد شده، اهالی زیاد شده باشه اگر 30 و چند دیرم بتیه پل گیجو میشوه. اون ندزه از برای خدا، خود بدزه، کم بدزه. اخی هم خواهی کنه که این مردم یک سویتش بتیه، زمستان بتیه، تاویستان همون سویت در کار نیست. تاویستان خواهی گرم میگه که یکان چی در کار نیست، سویت هم نباشد تغوری های. لیکن زمستان ده سویت نیست، کوچه ها تاریک خیلی عبر میشه دیگه پیش پوتا نمیبینی. با همین خاطر ما میخواهیم که مردم شما سویت بتیه. یکم خواستیم این چیزا را، این حکومت این کارا را نمیکنه. من همین میگم که مردم تاجیک ما تنها با سرجمی میتونیم که یگان کار بکنیم. ما مردم قوای بزرگیم که ما میتونیم که رحمانوف یک نفره استعفا بره، نتونستی. این وعده دادی که نمیدونم بس گوشون ملکا بشیری اوچت به همه جو قسم خوردی که سویت میتیم، سویت ندادی بره، این سویت میدادی ما گپت نداشتیم. نه سویت، نه خدمت، نه مدیسین، یگان جوش درست که اگه نیستی. به همین خاطر بره تمام. گفتم صبوری بره با بازنشستی، ما یک پرزیدنت جدید انتخاب بکنیم. ولی دو تشمیه که اگر همین یک کسی دیگه بیاد توای میدزه، او بچه همین 4 سال ده همین آدمی که میاید دزید میقپه میبندیمش. او 30 سال شده آدم، نمونیم که یه آدمی دیگه بو بیا و 30 سال دیگه در سری حکومت بیسته. کنش رحمان رو گذاشتیم، هم آوازی اکل اولی همین انتخابات تمام میشه، 90 چند فایز حزب خلقی دموکراتی آواز میگیره. دروغ بترسه خدا. این دینه در آلمان ویبر بود 29% آواز گرفت کانسلر شد، همین پریمیر منیستری باواریا. شما نه کاندیداتو معلومن، مردم نمیشناسه. شده همین رادیو آزادی میپرسه مردم در قدای کوچه که همین نامزدها را شما یگان چه میشناسه؟ هیچ نمیشناسه. شو فقط همین رحمانوف میشناسن، همین حزب خلقی دموکرات خلاص. برای که شما نمیمونه که مردم فضای آزاد نداده برای مردم، رسانه ها را نمونده. اگر من رئیس جمهور باشم، من نمیگذارم مخالفان برون امریکا و دیگه دولت ها اروپایی برویان گپ زنن. من مخالفان را رادیو میتیم، تلویزیون میتیم، مرحمت بروی فکر نظرتون بگی، کدام زوره که میخواه ایمن تاجیکستان خوبتر بکنه، مرحمت من پیش ای مهلتم استعفا میتیم، میرم بیای شما بگیره. اما برای دولت، برای ملت گفته شده مردم که بیای ما پیشرفت بکنیم. ما خود نه لااقل با قرقیزستان سراونید که نتونسته شدیم. معاش در اوج خوبتر های، زندگیشون خوب های،
اهالی و ایما کم ای زمین اونا ایما مایده ای ما زمین مون اونا کلون ای 10 میلیون میگیم نکی $80 $100 اویلکی مردم ببینید در رادیو آزادی یک چیز دیگه خواندم که 270 سومانی برای کودکان میدادین یکم کودک دیگه سیم هم خلاکی چانسمی سوم میدادین من چه اهمیت دادم من تا حال 4 کودکم در تاجیکستان تولد شده در سر هر یک کودکم 1000 سومانی زیاد در بالی سر از خود کردگیم برای برآوردنشون دروغ میگه یگان جای دیرم نمیتیه یگان کس هم دودگی نیست کو برای یک آدم که بگه که من کودک تولد شد همین حکومت چند سومون این داد شما نبرد ای مردم ای 1000 سومون اوس میگیری در سر فرزند چخه شما دروغ میگه که یک با مردم شما همین قیس سوم میتیه همین خیلی دروغو را خواهش میکنم حکومت که نکنه همین مردم یکم بتیه مردم خودش میبره میگه نکی نمیتیه همون چیز او بعد میبره میگه که ما همین خیلی کارا را میکنیم دروغ میگه من همین طرفدار حکومت نمجده باشن برای یتش بگه که این من دروغ میگم که حکومت نمیتیه مرحمت برای بگه که میتیه من فرزند من تولد شده من هم قسم داده لبو فرزند تولد میشه میره 1000 سومون بولو میتیه دم بالیسا خوشوا که میتیه نمیتونه قراول میتیه میسسترا میتیه و گودک که در گودک یکم یا اوکال بکنه دامی که برای اون سوم میتیه همین خاطر من خواهش میکنم که همین دروغوش حکومت کن طرف یا طرف نه کن طرف جدی بگیره مثلا از طرف وای میشم از طرف مدیسین از طرف معارف شم یک کاری بکنه که پیشرفت کنه دولت ما نمیتونه بمونه بره تمام ما جوانو درک شمیوی ما میایم یگان کار میکنیم برای دولت ما برای ملت ما میایم کار با عقل سری همون دولت میمونیم میدونم چوک نه برای چی رحمانوف یگان با عقل نمیگیره خطیش من همین اهمیت دادم برای که رحمانوف خوده او کارمی بستواد نیست نمیخواه بستواد باشه دبره برای که همه خواهده بری باید یک مقصد نه تنها او میتونه وظیفه شو بگیره او خیلی آدمی با سواد زیر ظلم نمیسته قبیسته رو چوره میاندیشه میگیره بیرونش میره قدرت او خیلی میسته آدمی با سواد خدی رحمانوف بی سواد با همین خاطر خیر خدا نگهبانتون باشه وقتتون نگیرم دیگه برادرها را صحبت بکنیم ان شاء الله حتما معلش خدا نگهدار زنده باشید برادر فیض الله بفرما اگر چیزی بتونی باشه فیض الله صدات نیست برادر فیض الله اوز نیست خورشین ایناو داخل شین شاید که صداتون بهتر شود صداتون نیست فیض الله خب برادر فیض الله صداشون نبود و این خودی ما بیرون کردیم خب ببینید دوستان گرامی و هموطنان واقعا همطوری که ذکر کردن یعنی ضعف ارتش تو اون درجه را بزرگ است که تعجیزات زمانوی برخوردار نیست و علاوه بر اینی که اونها نه تنها تعجیزات زمانوی را آموزش نمیبینند بلکه مجبور کرده میشوند که بروند در خانه کماندیرهای خود و در خانه‌ای که کماندیرها از اونها پل میگیرند به خدمت خانوادگی یعنی کهدروی پوبل کردن پختچینی و هزار کارهای دیگر مشغول شوند و این چیز باعث میگرده که ارتش ما به سطح پایانی قرار بگیرد و هیچ وقت توانایی دفاع کردن از خارج کشور رو نداشته باشد. برای همین ما در موضوع امروزه ارتش رو به دو جهت جدا کردیم. جهت اول از دفاع داخلی وطن که توانایی اون ارتش دارد و خدمت خانواده اومالی رحمانوف قرار میگیرد و هر کاری را که اومالی رحمانوف میگوید اون کار انجام میدهد و مردم رو قتل میکند، میزند، شکنجه میکند، حتی در کارش دزدی و غارت میکند. ولی در حالت خارجی متاسفانه ارتش ما توانایی دفاع کردن از حمله خارجی رو ندارد. تجهیزات زیادی قوی نیروهای مسلح ما برخوردار نیستند. توانایی آموزش سربازای ما نمیگیرند که بتوانند از تمام تجهیزات مردم استفاده کنند، مثلا درون ها یا اینکه
همون پهپادهایی که با زبان فارسی از اونها استفاده کنن، هواپیماهایی که به سرنشین هستند میتوانند به کشورها حمله کنند، در وقت جنگ از اونها مردم ما برخوردار نیستند و هزارها چیزهای دیگه ای است که امروز ارتش ما از او برخوردار نیست. همین خاطر است که وقتی که ما روزی تعیین ارتش رو نامبر کردیم و وزیر اول دفاع تاجیکستان رو اسمش رو برای شما گرفتیم که یکی از شهروندان روسیه و اینچنین کسی که در ازبکستان کار کرده است، الکساندر شوسیلینسکی یا شوکینسکو، یا فامیلش یادم نیست، یعنی این شخص وزیر دفاع اول تاجیکستان بود که این نشاندادی چی است؟ نشاندادی ضعف، ناتوانی و نشاندادی اون است که متاسفانه در وزارت دفاع ما امروز هیچ گونه پیشبینی برای دفاع از خارج کشور، حمله دفاع از خارج کشور در نظر گرفته نشده، چون امیدی امامعلی رحمانوف 201 دیویزیا یا اینکه ارتش فدراسیون روسیه در تاجیکستان است که از او چیکار کردن دفاع کنن. ولی در اینجا نگاه کنید در ویکی‌پدیا راجع به همین قضیه، یعنی هدف‌های تشکیل ارتش رو در عموم چی میگن؟ ارتش ملی تاجیکستان جمع قواهای مسلح دولتی جمهوری تاجیکستان که با مقصد حمایت کشور تشکیل کرده شدند، با مقصد حمایت کشور. هدف اصلی با مقصد از کی حمایت کردن؟ از کسی که بالای کشور ما و شما حمله میکند. بر اساس همه ارتش ملی تاجیکستان در سال 20 فوریه 1993 با قرار شورای عالی جمهوری تاجیکستان در زمان فرانت خلقی و گروه مسلحی که حکومت کنستیتوسیونی طرفداری میکرد تاسیس یافته است. یعنی یک گروه خلقی، یعنی فرانت خلقی با سرداری سنگک سفروف در سال 1993 چیکار کردن؟ همین ارتش رو تاسیس دادن. در مرحله اول هدف‌های اساسی تاسیس ارتش ملی تاجیکستان تشکیلیابی نیروهای حربی بود که با حفظ مظفریت‌های استقلالیت قادر باشند، آزادی شهروندان و مختارهای امنیتی کشور تأمین نماید. وابسته به تعیین مذکور گروه‌های متشکل ضد عمل تشکیل کرده شدند که وظیفه‌های اساسیشان مقاومت با قواهای ضد حکومتی و حفظ ساخت کنستیتوسیونی بود. سال 1994 جزء تام‌ها و وزارت‌های مدافع قریب تماما حدود جمهوری تحت نظارت گرفتند. سال 1996 مرحله دوم تشکیل صفت نوی ارتش ملی تاجیکستان آغاز یافت. با تیاری نمودن افسران کسبی در کالج‌های حربی تاجیکستان، دانشکده حربی و مؤسسات تعلیمی فدراسیون روسیه ابتدا گذاشته شد. ببینید در قدم اول وقتی ارتش رو تشکیل کردن، هدف اول یعنی حمایت تاجیکستان بود، اما همونطوری که گفتیم از طریق روسیه، یعنی وزیر دفاع الکساندر بود که او از جانب روسیه گذاشته شد و علاوه بر این هدفی که گذاشتن پاک ساختن تاجیکستان از نیروهای مخالف حکومت بود، کسی که حکومت امامعلی رحمانوف یا فرانت خلقی رو قبول نداشتن. در قدم اول ارتش چیکار کرد؟ توانست تمامی نیروهای داخلی، همونطور گفتیم توانایی دفاع کردن از داخل رو دارد، یعنی تمام نیروهای داخلی رو از بین برد، حزب‌های مخالف رو کشت و تمام نیروهایی که به ضد همین حکومت دیکتاتوری جنگیدن بین سال‌های 1993 و 97 اونها را به قتل رساند و در سال 1994 باز چیکار کردن؟ در دانشگاه حربی و مؤسسات تعلیمی فدراسیون روسیه بردن، چیکار کردن؟ مردم رو آموزش تیار کردن و کوشش کردن که مردم تاجیکستان رو با ارتشی که از جانب روسیه تشکیل کرده شد و طریق فرانت خلقی و این رو به ما بگذارن. ولی بازم همه این کمبودی هایی که ارتش از جانب خارجیان تاسیس داده شده است و به خاطر خارجیان تا امروز فعالیت کرده است، ولی باز هم امید همین مردم باز هم که عین حال دیگر قدرت نظامی یگانه ارتش است و همین امید داره که هر کشور و گروهی که میخواه حمله کنه به تاجیکستان یگانه چیزی که میتونه دفاع کند باز همین ارتش است و ما مطمئنیم که حد امکان ارتش در طول این 32 سال بتوانه افکار خود، دید خود نسبت حاکمیت تغییر بده و بدونه که یگانه دفاعگر مردم این ارتش است و باید سمت خودش را از سمت حکومت دیکتاتوری امامعلی رحمانوف جدا بسازد و به خاطر منافع اولادی امامعلی رحمانوف خدمت نکند، بلکه به خاطر منافع ملت، منافع مردم
به کار خود شروع کنه و کاری کنه که مردم در پشت این ارتش قرار بگیرن و به جای اینه که به سرزمین های تاجیکستان حمله کنه، سرزمین های تاجیکستان رو از ورود خارجیان نجات بده. در سال 2012 چین یک منطقه تاجیکستان رو گرفت. ارتش وظیفه‌اش بود که بروه با نهادهای چینی و نظامیان چینی بجنگه اون سرزمین تاجیکستان رو آزاد کنند، نه اینکه برود مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان رو قتل بکند و هزارها کمبودی های دیگری که متاسفانه در ارتش ما جای دارد و این چیزها را ما در برنامه خود ذکر کردیم. هموطنان و هم‌دیاران عزیز، باز هم یه بار دیگه از شما خواهش میکنیم که برنامه ما رو دستگیری کنید و اگر کمبودی های موجودن بیاید به ما برسانید و ما لینک برنامه رو در زیر همین گذاشتم و شما میتونید پیوست شین و تنقیدها و مشکلاتی که در ما موجود باشد رو به سمت ما برسانید و ما کوشش میکنیم در برنامه دیگر تغییر دیم و برنامه ما رو دستگیری کنین، پدلیست کنین، شریک بسازین، لایک بگذارین، کامنتاری بیشتر بنویسین تا اینکه بیننده بیشتری پیدا شود و ما بتوانیم برنامه‌های مفیدی برای شما داشته باشیم. و بار دیگر بزم همین مشکلات ها که ارتش وجود دارد، من مردم تاجیکستان رو بر روز ارتش تبریک میگویم و امیدوارم که روز می شود که این ارتش مردمی میگردد و به خاطر مردم و دفاع مردم خدمت میکند و از همین نفوذ خارجیان دست میکشد و از خدمت یک خانواده دست میکشد و به خاطر ملت و وطن و کشور و سرزمین کار میکند. این امیدواری ما هست و به خاطر همین امیدواری ما به فرزندان این وطن که در ارتش خدمت میکنن که فرزندان همه ما و شما، وطن ما و شما هستند، امید میبندیم و دعا میکنیم که پروردگار عقل آنها را، فکر آنها را اونقدر روشن بگرداند که این کمبودی ها و این استفاده شوی هایی که از جانب چه حکومت کنونی دیکتاتوری امامعلی رحمانوف چه خارجیان موجود است این را میبینن و به خاطر وطن و ملت و سرزمین عقیدهشون را تغییر میتین و میآیند این طرفی که مردم در پشت آنها باشند و به فکر آنها باشند و به اساس همین نیت نیک ما مردمی کشور و سرزمین رو و ارتش رو تبریک میگوییم و امیدواریم که در این روزی که 32 سال گذشت از روز تأسیس آن یک تجربه بگیرن و تاریخ ارتش رو بدونن که این ارتش توسط اجنبیان تشکیل شد و امروز کار کنن که باز هم در خدمت اجنبیان قرار نگیرد و بلکه بگردد به خدمت مردم و کشور و سرزمین تاجیکستان. دیگر شما را با خدا میسپاریم و امیدواریم که در برنامه‌های بعدی بازم ما را شریکی میکنین و میدونین برنامه رو با هم تماشا میکنین و این یک خدمت و یک کاری باشد که ما و شما بتوانیم برادران و هموطنان بتوانیم در خدمت یکدیگر قرار بدیم. شما را دیگه به خدا میسپاریم. برادر دیگرای برادرایی که پیوست شدن تشکر بخشش که برادر اکن دیگه من 2 ساعت میشه صحبت میکنم خارج میشم و ان برنامه بعدی ان که صحبت میکنیم. خدا همه شما را نگهبان باشد و شما را در امان پروردگار میسپارم. خداوند همه شما را حفظ نماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.